صدور تروریسم از افغانستان به منطقه. سازمان همکاری شانگهای از تهدید هراس‌افکنی از خاک افغانستان نگرانیش را ابراز کرد. چاپ پولهای جدید افغانی. نخستین محموله بانکنوت‌های جدید افغانی چاپ شده به کمک امریکا به کابل رسید. ادامه کمک‌های نقدی جهان به افغانستان. اتحادیه اروپا به مردم افغانستان 50 میلیون یورو کمک می‌کند. و شرکت میتا اخراج شمار زیاد از کارمندانش را آغاز کرد. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آموج نیوز خوش آمدید. رئیس مرکز مبارزه با تروریسم کشورهای مستقل مشترک المنافع در نشست در تاشکند گفت رادیکال هایی که وزارت داخله و دادگاه عالی افغانستان را کنترل و رهبری می کنند مانع اجرای تعهدات دیگر طالبان برای مبارزه با تروریست ها می شوند. یوگنی سیسویوف افزود این رادیکال ها با القاعده ارتباط دارند. رئیس مرکز مبارزه با تروریسم کشورهای مستقل مشترک المنافع روز سه‌شنبه هفته اقرب در 8مین کنفرانس بین المللی علمی و عملی ساختار منطقه‌ای ضد تروریسم سازمان همکاری شانگهای با عنوان امنیت مدرن، چالش‌ها و راه حل‌ها در مورد افغانستان صحبت کرد. یوگنی سیسویوف خطاب به شرکت کنندگان گفت که احتمال صدور بی‌ثباتی از افغانستان و کشورهای مستقل مشترک المنافع و سازمان همکاری شانگهای زیاد است. او توضیح داد توانایی طالبان برای کنترل اوضاع در افغانستان به دلیل انشعاب در این گروه بسیار محدود است. رئیس مرکز مبارزه با تروریسم کشورهای مستقل مشترک المنافع تاکید کرد که اگر حکومت طالبان نتواند افغانستان را به طور مؤثر اداره کند، بخش قابل توجهی از افغانستان درگیر جنگ خواهد شد و در کنترل جهادی‌های محلی و گروه‌های تروریستی بین‌المللی قرار خواهد گرفت. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، سازمان ملل متحد در چند گزارش اعلام کرد که طالبان روابط خود را با سازمان تروریستی القاعده حفظ کرده است. با این حال، مقامات طالبان میگویند که هیچ تهدید از خاک افغانستان متوجه کشورهای همسایه نیست. نخستین محموله بانکنوت‌های جدید افغانی که به همکاری امریکا چاپ شده به دست طالبان رسید. هواپیمای حامل این بانکنوت‌ها که در پولند چاپ شده روز سه‌شنبه به میدان هوایی کابل فرود آمد. ماه پیش تام ویست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان از چاپ این بانکنوت‌ها خبر داده بود. مقدار دقیق بانکنوت‌های جدید اعلام نشده است. تام ویست نماینده ویژه امریکا گفته بود که بر اساس 2 معامله ارزی بانکنوت‌های افغانی چاپ شده است. به گفته وی بانکنوت‌های تازه چاپ شده افغانی جایگزین پول‌های خواهد شد که در سیستم وجود دارند. بانک مرکزی زیر اداره طالبان میگوید بانکنوت‌های تازه چاپ شده افغانی بر اساس سیاست‌های معقول پولی متوازن با رشد اقتصادی و طبق ضرورت پول در بازار توزیع می‌شود. بانک مرکزی تاکید کرده که بانکنوت‌های کهنه به شکل سیستماتیک و طبق دستورالعمل جمع‌آوری و از دور خارج خواهد شد. برنامه جهانی غذا میگوید اتحادیه اروپا 50 میلیون یورو برای بهبود وضعیت معیشتی مردم افغانستان کمک کرده است. اتحادیه اروپا گفته شهروندان افغانستان اکنون بیش از هر زمان نیاز به کمک دارند و اتحادیه متحد است که آنان را حمایت کند. بر اساس آخرین ارزیابی برنامه جهانی غذا، از هر 10 خانواده 9 خانواده قادر به تامین نیازهای غذایی خود نیستند. برنامه جهانی غذا میگوید که مردم افغانستان در 1 سال گذشته علاوه بر رویارویی با مشکلات بی‌سابقه اقتصادی و حوادث طبیعی مانند زلزله و سیلاب نسبت به هر زمان دیگر آمادگی کمتر برای زمستان سخت دارند. سازمان ملل پیشتر اعلام کرده بود که مردم افغانستان زمستان سخت در پیش رو دارند. با به قدرت رسیدن طالبان شمار زیاد از شهروندان افغانستان بیکار شدند و با بحران جدی اقتصادی روبرو هستند. کارمندان پیشین دولتی از کار برکنار و به جای آنها اعضای طالبان گماشته شدند. پس از تصمیم ایلان ماسک مبنی بر اخراج شمار از کارمندان توییتر، اکنون مارک زاکربرگ مدیر اجرایی پلتفرم میتا تصمیم گرفته است که پرسنل شرکت خود را کاهش دهد. رویترز به نقل از وال استریت ژورنال گزارش داده است که مارک زاکربرگ از روز چهارشنبه 9 نوامبر روند اخراج کارمندانش را آغاز می‌کند. زاکربرگ دلیل اخراج کارمندان را به روز چندین اشتباه عنوان می‌کند، اما جزئیات در این مورد رعایت نمی‌کند. زاکربرگ گفته که مسئول اشتباهات شرکت است و خوشبینی بیش از حد او نسبت به رشد منجر به پرسنل مازاد شده است. به گفته مدیر اجرایی میتا، به طور خاص تیم‌های استخدام و تجارت این شرکت در معرض اخراج قرار دارند. میتا در ماه سپتامبر شمار کارمندانش را 87,000 تن گزارش داد. این در حال است که ایلان ماسک مالک جدید توییتر نیز شمار زیاد از کارمندان این شرکت را اخراج کرد، اما به گزارش بلومبرگ او در پی بروز مشکلات به این کارمندان تماس گرفته و از آنان خواسته تا برگردند.